خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول گروه درمانی سری سوم رو شروع میکنیم. 34 جلسه 34 جلسه علی جان داشتیم. 34 جلسه در دوره دوم در خدمتتون بودیم. دوره سوم رو در حال شروع میکنیم که یک سری هم نفرات جدید هم به جمع ما اضافه شدن. خب علی جان بفرمایید که ببخشید منو یک گوشه ای راه بدین. علی جانم، جلسه اول خیلی مهمه، حواسا به من باشه که یک شروعی قدرتمند داشته باشیم برای درمان. تعریف خودت از بیماری اعتیاد چیه؟ من خیلی باهات کار دارم این جلسه. به نام خدا. نمیخواد فکر کنی، همون چیزی که تو ذهنته. ببخشید من پشتم. آقا بیماری اعتیاد به نظر من بیماری بود برای من که به قول کتاب میگه زندگی میکردیم که مصرف کنم، مصرف میکردم که زندگی کنم. برای من این شروع کلا، یعنی از این حالت برای من یکی خارج نبود، فقط مصرف باید میکردم که بتونم زندگی کنم. و وابسته به یعنی اجبار مصرف گرفته بودم به موادایی که اختلال ایجاد کرده بود تو زندگی. سلام چگه؟ یعنی وابسته شده بودی به؟ آره، به مواد مخدر، حالا الکل، قرص، مواد، هر چی که حالمو خوب کنه، حالا به حساب خودم بتونم کار کنم، زندگی کنم، تو اجتماع باشم، رفتار دیگه که همه مثل آدمای عادی دارن. ولی به مرور زمان اولش عشق و حال بود، بعدش اجبار شد و دیگه آزاده میتونیم صحبت کنیم دیگه. الان راحت باش، ما دیگه از استاد عباسی که بدتر نداریم. نه دیگه والا یک سری لذتایی داشت اوایل خانومی. بله. بعد درستم به حضورتون که حالا من از این دست آدمایی نبودم که مصرف کنم به خاطر شب جمعه. دیگه اومدیم آب کمر ما رو صفر کنیم، آب دماغ ما ول شد. ولی خب نه خانوم نه، لذت داشت. هنوزم عاشق موادم. بفهم. بعد کلاس، بعد جلسه بگن 1 ساعت از عمرت مونده میکشم، ولی الان نمیتونم. یه اشتباه نگیری ها، منظورم چیز دیگه. لذت مواد هر کم بگه نداره الکیه. لذت هایی داشت که همه اینجایی. دوران طلایی گذشت تو یک تایم خیلی، برای من خیلی به سرعت گذشت. اگه یک نفر، یه آدم عادی بعد 7 ماه، بعد 1 سال 2 سال اجبار مصرف میگیره، من بعد 6 ماه اجبار مصرف گرفتم. قرصی که میخوردم روزی 18 تا 19 تا من قرص میخوردم. یه قرص خیلی سنگینی میخوره، خیلی اصلا نمیخورن، اسمش هم نمیگم. دیگه به سرعت اومد دیگه تو خطی افتادم که ببخشید سینه مادرتم بعد گاز میگرفت. یعنی یک راه خیلی عجیب بزرگ شده، جاده قدیم و نوده و اونورا. منی که اصلا یک جای دیگه بودم، اصلا سر از یک جای دیگه در آورد. اعتیاد در من اینجوری شروع شد. به یک ناکجا آبادی منو برد که خودکشی کردم، نمیدونم، فقط یک تایمی زندان افتادم، یک تایمی نمیدونم فقط قبرستون نرفتم. اون لطف خدا شامل حال ما شد که نشستیم اینجا. حالا بعد 1 سال تو دلتم بخواد ترکم خیلی هم کردم. کلا زندگیمو نابود کرد برای من اعتیاد. خیلی خوب بود، اولش خیلی برام خوب بود، لذت داشت، دهنم خوش میشد، سیگار میکشیدم، حال خوبی بهم دست میداد، فکر میکردم حال خوبیه، ولی نه، خرابم. خیلی صبح به سرعت تو 12 سال، یا فکر کن 6 ماه، بعد 6 ماه من اجبار مصرف گرفتم، یعنی معتاد بودم. ولی خودم نمیدونستم، فکر میکردم من معتاد نیستم، چون یک سره تو حالت نشگی بودم، مثلا خماری نکشیده بود. تا بعد 4 سال یک جایی رفتم، موادم تموم شد، قرصم تموم شد، اونجا تازه فهمیدم من معتادم. دیگه تا بعدش دیگه تا دلتم بخواد هر موادی بگی من
مصرف. دو دوز بالا، غلظت خونم بالا بود. حالا از دید خودم هر مواد دیرم که میخواستم، اگه یک نفر با 4 تا دود نشه میشد، من بعد 8 تا دود میکشیدم. با 2 تا پیک مست میشد، من بعد 10 تا پیک میخوردم. سلام علیکم. بفهم. اینا همه دیگه رفت رو مخم تا 1 سال پیش. قبلش هم از سال 96 برم تو برنامه بودم. 7 سال 8 سالم تو برنامه هستم، ولی هی سرسره بودم. 90% کمپای مشهدم رفتم. هر کدوم شاید یکی دو بارم رفتم. اجباری هم گرفتنم. 13 ماه کمپ اجباری خوابیدم. خلق‌آباد. که گفتن آقا اگه با 9 ماه بدون متادون ترک کنی 9 ماهه ولد میکنیم، با متادون 1 ساله. ما 2 ماه 3 ماهش تحمل کردیم، بگو ول کن بابا این اینجا همه نشه، بذار متادون رو بخوریم. دیوانه ما مثلا واسه بخاطر شروع کردیم ما متادون خوردن بعد 1 سال. حالا به 1 سال نکشید باقا ما در آورد. داخل کمپ ها دیگه خلق‌آباد متادون 1200 آمار داره. 1200 نفر میخوان با چی نگردونه؟ الان خوب شد. 1200 آدم میخواد چی نگردونه؟ همه باید اسمشی بود که مثلا اجباریه. تو سیگاری اونجا پیدا میشه، مثل زندان بود دیگه، آزاد بود. اینجوری نبودش که فقط مخدر نبود، محرک بود دیگه. تا به اینجا کشون کلا زندگیمو نابود کرد. تا ارزم به حضورت تا 2 سال پیشم که 2 سالم کاملا کارتون خواب بودم، باغ میخوابیدم، باغ منطقه اقبال. اونجا هم ساقی بودم هم مصرف میکردم، فقط ضایعات جمع نمیکردم. هفته 10 روزی 2 هفته یه بار یه خونه میومدم، یه دوش میگرفتم، دوباره برمیگشتم. من وقتی میومدم خونه، کل خونه رو اینا چیز میکردن، ضد عفونی میکردن از اینکه من اومدم تو خونه. اینا خیلی اجزاها، یعنی رو بالشتی که من میخوابیدم دیگه اینا سرشون رو نمیذاشتن، گفتن بو میدی فلان میدی. خیلی برام بد بود، ولی خب دیگه اجبار و مصرف بود. یا در رو به روم باز نمیکردم. مثلا پدرم به من میگفت ساعت 11 شب باید خونه باشی. من ساعت 11 شب به قول حالا به حساب خودم کارم شروع میشد. بعد اگه 4 صبح میومدم پشت در میموندم، دوباره باز برمیگشتم تو باغ کنار آتیش و کنار بقیه ضایعاتی و کارتون خوابم. مثلا من با او، حالا تو اومدی دیدی به هر خونه و پدر و با او خانواده، برو تو یه عده مثل خودم بگیرم بخوابم. اونا آدمای میگم اونا بد بودن ها، نه اونا مثل من بودن. به هر حال تو یک راهی افتادن که همه اینجوری بود دیگه. تو اونجا بزرگ بشی و چیزایی که نباید ببینی رو میبینی. اتفاقایی که برام نباید بیفتاد خیلی من چیزا دیدم، اجزا دیدم، بدبختی ها دیدم تو اونا. مثلا با کسی دمخور بودم اونجا که 15 سال کارتون خوابه، اعتیاد یعنی اونجوری. بعد حاضر نبود ترک کنه. این چه لذتی داشت براش. 15 سال کارتون خوابی، از جایی که میخوابی تا خونه زندگیش پیاده میرفتی 20 دقیقه راه بود. حاضر نبود ترک کنه بره تو خونه خودش بشینه. اصلا مونده بودم این چی؟ به عقل خودم یکی میگفتم بابا این کسخله با قرآن. بعد خودم هم اینجوری بودم. نه اون کسخل نبود، منم کسخلم. اجبار و مصرف دیگه فرقی نمیکرد. اون نمیتونست، منم نمیتونستم. ساعت به ساعت یه موادی مصرف میکردی که هر 2 ساعت خمار بود. یه فکر عجیب غریب. مثلا حالا تو ذهن خودم محرک با مخدر بزنی، اگه قبلش بزنی خمار میشی، بعدش بزنی نشه‌تری. او یک فکر عجیب غریب. قرص نخوریم، اگه قرص بخوریم چون میره تو معده لای غذا گیر میکنه نشه نمیکنه، شربت بخوریم، این فکرای اینجوری. یک فکر تا 4 تا بکنی، یک فکر عجیب غریبی تو ذهن من بود که اصلا خدا می‌دونه. الان نشه کنم بهتر از اون موقع. یعنی از صبح که من بلند شدم به فکر قرص بودم تا آخر شب. اعتیاد یعنی فقط دنبال بودم. یعنی صبح که بلند شدم اول یه قرص خوردم، تو چشمام واره، تو چشمام که وا میشد تنگوتای مواد. کی جنس داره الان بری از اون بگیری، اون ساعت 11 ظهر میاد. بعد مجبور شدم به خاطر که هیدونی مواد نکشم خودم جنس بفروشم. خودم هم میفروختم. دیگه خماری نکشم، دنبال حیرون ای آدم نشم. به بدبختی پولش جور میکردی، با 3 ساعت بعد
وای مستری که آقا با ناز و نوز برای مثلا یه پنجه جنس یه اعتیاد مزخرفی اینجوری ما هم یک موادی که اصلا نمیدونی چی بود، همش آشغال، همش توش داغون. اعتیاد اینجوری بریم. مرسی، ممنون علی جان. یکی دیگه از دوستانم اگر لطف کنه اعتیاد رو تعریف کنه تا بعد من تعریفمو بگم و الباقی دوستانم صحبت کنن. کی میتونه تعریف دیگه داشته باشه؟ علی آقا صحبت کنیم. علی جان. بله، به نام خدا علی هستم، یک بیمار. اعتیاد بیماری پیشرونده مزمن و کشنده که آدم اگه مراقب نباشه و آگاهی و دانش کافی رو نداشته باشه که توی دام این بیماری و این اعتیاد بیفتیم به این سادگی ها نمیشه ازش خلاص شد. به خصوص موادهای صنعتی که الان هست خیلی هم قش و آشغال قاطیش هست که باعث تخریب فکر و ذهن میشه، روح و روان اول خیلی به هم میریزه، بعدم جسم و خسارت ها اول به خود فرد و بعد به اطرافیان، به جامعه. افکارهای رفتارهای ضد اجتماعی میاد سراغش و بسیار مخرب، تخریب بالایی داره. خب آدم موقعی هم که گرفتار بیماری اعتیاد میشه دغدغه اصلیش تهیه و مصرفشه، یعنی دیگه کلا اون زندگی که اون راهی که باید توی زندگی عادی و نرمالش بره اونو فراموش میکنه و دنبال دغدغه اصلیش فقط تهیه و مصرف مواد مخدر میشه، یا حالا قرص و دارو هر نوعش، محرک یا صنعتی یا سنتی. واسه همین خوبه که کاش این کم سن و سالایی که من میبینم با سن 15 سال 16 سال درگیر مواد مخدر میشن، خیلی توصیه میکنم بهشون که میگم این راهی که ما با آزمون و خطا رفتیم اونا تجربه نکنن، کاش آگاهی پیدا کنن، دانش پیدا کنن که راهی که ما رفتیم و دیگه تجربه نکنن. دوست خوبمون علیرضا. آره، علیرضا و امثالین. خب میگم مثل علی آقا، مثل خودم، ما میگیم با آزمون خطا یه راهی رفتیم که واقعا خداییش خیلی سخت بوده و واقعا اگه مراقب نباشیم هر کسی میتونه همین راهو بره و مشکلاتش روز به روز بیشتر بشه. دیگه خب تهش میگم دیگه تیمارستان، مرگ، یا آره دیگه واقعا سخته. خوبه که میگم آدم با پیدا کردن و دانش و آگاهی جلو پیشروی این بیماری رو بگیره و از هم میگن از هر جا جلوی ضرر رو بگیری فایده است. بهتره که درمان بشه و قابل درمان هم هست. فقط میگم باید 5 تا چراغ سبز، 5 تا چراغ قرمز رو حتما رعایت کنی، اگه نه توی همون راه همیشگی اعتیاد و بیماری میمونی. چراغ سبز و قرمز هم چراغ سبز ها خب راهنما هست، دعا، نشریات، جلسه. بعد چراغ قرمز ها هم که 5 تا چراغ قرمز داریم: مکان مصرف، دوست مصرف، ابزار مصرف، گرسنگی، عصبانیت. اینا باید رعایت بشه. یعنی اگه ما جلسه و راهنما، به خصوص دوستان خوب توجه کنید، ما راهنما و جلسه باید تو اولویت ها باشه. این دوتا رو حتما باید داشته باشیم، اگه نه واقعا کار سخته. اینو من با قاطعیت بهتون میگم، اگه راهنما و جلسه در دستور کار قرار نگیره واقعا به مشکل میخوریم. اینو رو بدون اغراق بهتون میگم. و از طرف دیگه هم باید سعی کنید دوری کنیم از مکان مصرف، دوست مصرف، ابزار مصرف و سعی کنیم که مسیر بهبودی رو پیش بگیریم که درمان خوب و قطعی بالاخره بهش دست پیدا. مرسی علی جان، ممنون.
همینطور که علی ربانی و علی اخترشناس یه تعریفی از اعتیاد ارائه کردن، یک بیماری مزمن هست، یعنی دوره‌های پیدا و پنهان داره. یک بیماری هست که ریشه در کودکی ما داره، بیس ژنتیک داره، اصلا معروف هست، میگم بایو سایکو سوشال، جسمی، روانی و اجتماعی. یک بیماری روانی است با ظاهر بیماری جسمی، بیماری اعتیاد. و همینطور که علی جان گفت یک اختلالی در عملکرد ششگانه ما ایجاد میکنه تو بحث جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی و قانونی ما دچار عملکرد ما دچار مشکل خواهد شد، همینطور که علی ربانی و علی اخترشناس گفتن. یعنی وابستگی به اون ماده یا اون عمل، بعضی موقع ماده نیست، اون کانتنت میتونه، اون محتوا میتونه سکس باشه، میتونه اینترنت باشه، میتونه NA، حتی NA باشه، افراط در جلسات باشه، میتونه حتی قهوه باشه، کار باشه، ورزش باشه، حتی چیزایی که به ظاهر خوب هستن بعضی موقع افراط در اونها هم میبینی یه جورایی رفتار به شکل اعتیادی بروز میکنه. میتونه دراگ باشه، دارو باشه و اینترنت، گوشی، آفرین گوشی باشه. متاسفانه همونطور که علی خیلی زیبا گفت، علی ربانی گفتش که میان مواد و دراگ با هم مقایسه میکنن، چون بعد از این مدت ما به یک مقاومت دارویی ایجاد میشه و احساس میکنیم تلرانس ایجاد میشه به قول پزشکی، و اون مقاومت فرد اول خب خوبه، شروع مواد اولش همونطور که علی جان گفت خیلی کارکردا رو به صورت کاذب خیلی خوب درست میکنه، ولی متاسفانه بعد از یک مدت باید دوزش رو هی افزایش بدیم که به اون حالت قبلی دست پیدا کنیم، ولی اون اتفاق نمیفته. جایی میرسیم که فقط مصرف میکنیم که نرمال باشیم، طبیعی باشیم، به اونم نمیرسیم. حتی تو بعضی از موادی که علی اخترشناس گفت و با توجه به این چیزهایی که من الان جدیداً دارم میبینم، همین آلودگی‌هایی که غیر از مواد باز وارد اینها میشه، بعد از درمان هم میبینیم به حالت طبیعی فرد نمیرسه، حتی بعد از درمانی که ما انجام میدیم. یعنی یه مقدار از خط پای نرمال هم یه مقدار تا یه مدتی فرد پایین هست، افت عملکرد داره، مشکلات حافظه داره، افسردگی‌های مقاوم، اینها همه ناشی از این هست که تقلباتی که تو زمینه اعتیاد هست. چون کسی که تو بازار مواد و تو این لابی فروش مواد هست متاسفانه به فکر سلامتی مصرف کننده ها نیست، بیشتر فکر این هست که نسبت به رقبای خودش ماده ارائه بده که اون تخریبش بیشتر باشه متاسفانه. پس یک تعریفی رو خدمتتون عرض کردم، همونطور که علی اخترشناس هم گفت بیماری پیشرونده هست، یعنی پروگرسیو، یعنی شما هم دوزش، هم مقدارش، هم حوزه هایی که درگیر میشی در اون، یعنی اول از جسم شروع میشه، بعد روان، بعد روابط اجتماعی، خانوادگی، بعد با خانوادت دچار مشکل میشی. متاسفانه سیستم تفکر ما رو دچار مشکل میکنه. اصلا ما این کار میکنیم که اصلا این ماده مشکل ایجاد کرده، نمیدونم فرافکنی میکنیم، میگیم مثلا به خانواده میگیم مشکل از شماست، مشکل از مادر منه، مشکل از خانواده منه. متاسفانه قبول نمیکنیم تا موقعی که عوارضش مشخص بشه و خودمون به قول کمال جلسه قبلی یا جلسه قبل گفتش یه سنگی هست، اگه یادتون باشه کمال جای علیرضا نشست بود، خیلی حرف قشنگی زد، به دل من نشست، گفت یه سنگی هست تو اعتیاد، سرت باید به اون سنگ بخوره، به عجز برسی. آره نه، میگه این سنگ رو پیدا کنین سرتون رو بزنین. گفت تا سرتون به این سنگ نخوره شما تو درمان. خیلی قشنگ گفت واقعا کمال جلسه رو دوستانی که گوش نکردن گفت شما هم هر چی بگین بعضیا شاید دوست نداشته باشن بیان تو درمان، باید سرشون به ترتیبی به این سنگ بخوره، تا نخوره اینا فایده نداره. حالا شما بگو، پدر مادرش بگن که آره تو باید این برات مواد مشکلات ایجاد کرده، ظاهر تو مثلا این اتفاق افتاده، تو عملکرد نمیدونم شغلیت این مشکلات ایجاد کرده، با خانومت، با همسر، ولی خود فرد باید به این نتیجه درونی برسه. متاسفانه که بقیه دوستانی هم که صحبت کردن با تکیه کلامای قشنگی داشتن. یکی از دوستان گفتش اگه خاطرتون باشه که امروز نیست، گفت من همون اول شروع هم من به آخر خط رسیده بودم. خیلی جملات قشنگی دوستان گفتن. آره احسانم که در تصویر می‌بینیم، احسانم که جلسه چندم احسان جان؟ جلسه اول. ماشاءالله ماشاءالله. اومدی با حضور چند روزه؟ 25 ماشاءالله.
احسانم خیلی عالی بود، خیلی هم پیگی بود. چرا توی 25 روز نیومدی؟ ما کجا بودی از ما؟ نمی‌رسیدیم بیان دیگه ماشاءالله. آها، قسمت نبوده. قسمت نبوده. به جلسه نگو کار دارم. به کار بگو به کار بگو جلسه دارم. خب علیرضا هم که به من قول داده بود که سیگارشو 2 تا کنه. الان من قبل جلسه قولو ازش گرفتم که سیگارشو انشالله قولو نداده. به به باز شروع شد. آره قولو نداده. نه انشالله که این سیگارم کم کنه. تو در دروسو داری شروع میکنی انشالله. خب حالا که تعریفی، آره حالا با علیرضا هم صحبت میکنیم. میکروفون رو بدیم من به علیرضا جان که علیرضا، آره آفرین برا علیرضا جان، درمان اعتیاد از نظر خودت. درمان کمپ به کمپ دیگه، یا پیش شما یا کمپ دیگه. کمپ خب فکر میکنی برای همه میتونه نسخه مناسبی باشه؟ شما میگم بیا مثلا پیش شما برن کمپ. الان بین یک نفری که میخواد ترک کنه چه پیشنهادی داری برای درمان اعتیاد؟ باید چه کار انجام بده؟ اول مثلا دوزش یکم بیاره پایین، هفته آفرین. بعد یکم بیشتر بیاره پایین. خب بعد دیگه الافی نکشه. به همین راحت. خب چه کارهایی باید انجام بده توی مسیر؟ خودش بخواد دیگه. خب نه دیگه، اینجا دیگه اراده دیگه همین رو میخوام بگم. اراده برای شروع خوبه، شما که بیای برای درمان، ولی برای ادامه ما این جلسه توی گروه من گذاشتم انگیزه درمان. درسته؟ تو انگیزه درمان اصلا بحث اینه ما انگیزه هامون افت میکنه. چرا ما اینقدر لغزش زیاد داریم؟ از هر 10 نفر 9 نفر برمیگردن تو 6 ماه اول. خیلی آمار خرابی داره بیماری اعتیاد، پایین میاد متاسفانه. چرا علی اخترشناس گفت جلسات اینقدر مهمه، تاکیدم کرد؟ چون شما باید به این چشم نگاه کنی که این جلسات درمانی با که انگیزه شما رو پر میکنه. متاسفانه انگیزه داینامیکه، متغیره، بالا میره پایین میاد. بالا یه لحظه دیدی دیگه، میگن کسایی که تو اعتیادن میگن بعضی موقع خلق من یه دفعه خیلی بالا میشه، خیلی دفعه خیلی پایین میاد در لحظه. درست عرفان؟ انگیزه هم همینطوریه، یه لحظه آنچنان میخوای از این شر بیماری رها بشی، یه لحظه هم نه، میگی رفتم زدم نفهمیدم چی شد. انگیزه ها اینطوریه، انگیزه متغیره، داینامیکه، پویایه. اگه بخوام استاتیکش کنیم باید جلسه بیایم با که مثل این ماشین شما در نظر بگیر، میره دوراشو میزنه، بنزینش که تمام میشه میاد بنزینشو. شما جلسات رو به عنوان پمپ بنزین مثلا دارم میگم، یه پمپ بنزین که میاد با که انگیزه رو پر میکنی تو جلسات، انگیزه‌ای که داره افت میکنه. انگیزه رو کی میگیره؟ تجربیات دوستان، از جمع، از گروه. حالا در ادامه من درباره درمان بیشتر صحبت می‌کنم. بیشتر دوست دارم بقیه دوستان مثل شما صحبت کنن که با درمان کمپ نکن. حالا شما گفتی کمپ. قبل از اینکه حالا از علیرضا پرسیدیم پذیرش که اصله. پذیرش اول باید اتفاق بیفته. از اون پذیرش هم آقا یه جوریه به مرور زمان یادت میره. آفرین. تمایل این میکروفون ها رو بس داشته باشین که عصبانیت آقای دکتر وقتی آدم عصبانی میشه بیشتر دلش میاد بره طرف. عصبانی شدنم متاسفانه یک راهکار. ما درباره خشم صحبت کردیم. خشم و وسوسه خیلی شبیه همن. میدونی چرا شبیه همن؟ چون اینها باید بروز داده بشن. مرکزشون هم یه قسمت متاسفانه هیپوتالاموس، مرکزیه که خشم رو، آمیگدال، این همه کنار همه. خشم ما رو چرا اعتیاد، حالا یه سوال چرا اعتیاد، یکی از خط قرمزای اعتیاد اینه، میگن آقا گرسنگی یک چرا، درسته مهدی؟ یه چراغ قرمز توی تو. چرا میگن؟
چرا میگن گرسنگی چراغ قرمز تو اعتیاد؟ آفرین، چون مرکز دوتا اینا هیپوتالاموسه. یه قسمت، یه کوچولو، یه چیز کوچولو اینقدر هم گرسنگی رو داره کنترل میکنه، هم اعتیادو، هم سکسو. اینا همه مرکزاشون یه چیز کوچولو تو مغزه، همه مشترکه. من خب اون قسمت برانگیخته بشه، این قسمت هم درگیر میشه تو اعتیاد. وقتی شما اصلا تو خرید تاثیر داره، میگن آقا شما گرسنت هست خرید نرو، هایپر مارکت نرو، بری هایپر 2 تا جنس میخوای 10 تا میخری میای بیرون، ولع داری. اینا رو یه جلسه خیلی اگه یادتون باشه درباره این چیزا صحبت کرد خب تو دوره قبل. درسته؟ چیزی هم که عرفان گفت خیلی حرف قشنگی زد، گفت باید پذیرش اتفاق بیفته. ما الان درباره ترازوی تصمیم گیری هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. تو ترازوی تصمیم گیری علی چی بود؟ بده میکروفون علی جان. علی یادت هست؟ مرسی. به همین راحتی. علی شما یادت هست؟ مال تقریبا 4 ماه پیش دیگه. یادت رفته؟ ترازو یادت. کسی یادش هست؟ آفرین، احسن. تو که نبودی چجوری یادته؟ بدین توضیح بده. میکروفون رو بده. بیشتر توضیح بده. خودت هم معرفی کن برای بچه‌ها. نبوده ولی بلده. نبوده ولی بلده. یعنی اینکه قبل از هر کاری که می‌خوای بکنی اول پیش خودت بگی آیا این کاری که می‌کنم ارزشش داره یا نه. یه مقایسه‌ای. آره. آفرین. درست. توی ترازوی تصمیم گیری فایده های مصرف، من همیشه اولین جلسه معمولا میپرسم، میگم آقا مصرف چه فایده‌ای داشت؟ همینطور گلی جان گفت یه فایده‌ای داشته، ما رفتیم سمتش. چه ضررهایی داشت؟ چه عوارضی داشت؟ یعنی از یک طرف به سودش، البته تو سود باید به صورت واقعی نگاه کنیم. باید موندگار بود، واقعی بود، کاذب نبود. سوده چجوری بود؟ بعد از این مدت افت نکرد. سوده چطور بود؟ یک وام با بهره بالا متاسفانه ما گرفتیم. وامی گرفتیم که زیر قسطاش کمرمون خواهد شکست. وامه اینطوری بوده که ما گرفتیم تو اعتیاد. سودهای مصرف، فایده های مصرف روی یک کفه ترازو، ضررهای مصرف رو کفه دیگر. حالا ارزش داره همین چیزی که جاشوا گفت. بعد ضررهاشو تو 6 تا حوزه: جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی، قانونی، تو این 6 تا ضررهاشو به صورت جزئیات بتونیم با هم مقایسه کنیم. اگر خب فایدهش بیشتر بود که بریم مصرف کنیم، ولی اگه به صورت واقع بینانه ضررهاش بیشتر بود دیگه تصمیم بگیریم. جلسه اول ماتریکس میگه تصمیم بگیر. جلسه اول NA میگه پذیرش کن مشکلات تو، تصمیم بگیر. اگه میخوای دیگه مصرف نکنی باید تصمیم بگیری بیای تو مسیر درست. یک سری راهکارها برای خودت انتخاب کنی تو درمان. حالا درباره درمان ها من خودم مفصل، اول دوست دارم بقیه دوستان صحبت کنن، بعد خودم درباره درمان اعتیاد قطعا صحبت خواهم. خب میکروفونو کجاست؟ میکروفون یاشار. خب میکروفونو کی دیگه کدوم از دوستان میخواد صحبت کنه؟ خب مهدی جدید بده. جدید ببینیم کجاست. جدید که جدید نیستن، قدیمی هستن. قدیمی هستن. قدیمیه. اون میکروفون بچه‌ها، میکروفون چشمک نباید بزنی. ثابت نگرش تا ثابت میشه. نه دستش خورد. بده من. ثابت نگه دارید. نه اینو نکنید، اینطوری باید باشه. حالا اگه جایی من حواسم نبود دوستان حواستون باشه. حرفی هم که برای گفتن ندارم. خب چه معرفی کن خودتو. رسولم. سلام به همگی. دور و بر 7 یا 8 سال اعتیاد دارم. دوبارم ترک کردم، ولی خب دوباره طبق معمول برگشتم.
رسول از فالوورای علی ربانی دیگه. آره آره رسول خیلی قدیمیه تو جلسه، بعد هر چند مدت دارم میگم وایس تو چرا بارگذاری نکردی؟ این تذکر حالا میده. در خدمت شما هستیم و حقیقت اومدیم که از تجربیات شما استفاده کنیم. انشالله اگه خدا بخواد ما به شما برسیم لااقل تر تا یک اندازه. تو جلسات قبلی که حالا 33-4 جلسه بود، نکته خیلی شاخصی که تو ذهنت مونده، اون کلام اون جمله شفابخشی که خیلی برات جالب بود، بیشتر چی بود؟ جالبش همین آیا ارزش دارد. همین را خیلی موقع، یعنی همین ترازوی تصمیم گیری خیلی جا به دردم خورده. یعنی تا میام برم مصرف کنم با خودم یکی دوی میکنم، میگم آیا ارزش داره به خاطر این کار مثلا برم سمتش یا نه. خب خیلی موقع همون جواب داده واقعا. ماشاءالله. من مصرف شدم با همون. الان زندگی چه تغییری کردی نسبت به زمانی که مصرف میکردی؟ الان خب متاسفانه مصرف میکنم ولی خب خیلی کمتر کردم. یه هفته پیش آمدم خدمت شما. راست میگه. آزمایش نوشتیم. آره نوشتیم. لغزش کرد. آره راست. نه لغزش کرد دیگه. خب همین که صداقت داری خیلی. آره ولی خب علیرضا رو چه پیشنهادی داری براش؟ علیرضا جان ما که تا به حال ندیدیم، جلسه اول میبینیم سیگار فقط سیگار رو داره میذاره کنار، چه پیشنهادی داری؟ خب بذاره. به من قول داده که سیگارشو کاهش بده به 2 تا. حالا میخواد قول بده. خب یه قول بده ان شاءالله با هم دیگه بذاریم کنار سیگار. بده میکروفون رو بده کم. علی میخواد نصیحتش کنه. علی جان فقط یکم رعایت کن. نه واقعا خب نه مثلا اینقدر حتما باید یک دودی وسط بشه. چی؟ دود باشه. خب چرا خب؟ نه بس جدی میگم خدا که با ما خودم سیگار میکشه باس میگی، ولی نگیم که مثل تو اینجوری نیست. من حتما باید دودی باشه، میگی اونه باشه قلیون